در ارمنستان منصبداران بار دوم در دوام یک سال گذشته اعلان کردند که نرخ برق و گاز طبیعی بالا خواهد رفت. بالاروی نرخ‌ها باعث اعتراض در پایتخت ارمنستان شهری یریوان گردید. اعتراضگران کوشش کردند راه‌های مرکز شهر را ببندند، ولی پلیس چند نفری آنها را بازداشت نمود. در شمال عراق پیشوای کلیسای کاتولیکون سوریانی پاتریارخ ایگناتیوس جوزفی سیوم یوحنا با نصرانی‌های فراری در شهر دوحاک دیدار و گفتگو داشت. بعد اشغال بعضی مناطق ولایت نینوا از طرف گروه همپیمان القاعده تقریباً 10,000 نصرانی از این گوشه عراق فرار کردند. رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که جنگجویان اسلامی در بالای قرارگاه کلیسای کاتولیکی شهر موصل پرچم‌های سیاه آویختند. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان با سفر یک روزه رسمی وارد پایتخت سربیا شهر بلگراد شده با سروزیر سرب الکساندر ووچیچ و پرزیدنت این کشور تمیسلاف نیکولیچ ملاقات نمود. در پایان مذاکرات مجارستان و سربیا 3 قرارداد توسعه همکاری به امضا رسانیدند. در قزاقستان نزدیک به 30 شهروند که پول خانه اشان را داده هیچ صاحب منزل نشده‌اند در شهر آستانه جمع آمد اعتراضی تشکیل کردند. آنها از مقامات تقاضا نمودند که بر ضد شرکت اسی مسئول خانه‌سازی اقدام کنند. 6 سال پیش شرکت اسی از مردم پول گرفته با اشاره به بحث در مسئله زمین خانه ها را نساخت و تا حال پول مشتریانش را هم بر نگردانده است. در افغانستان زنان فعال در یک نشست ابراز داشتند که اگر حکومت مشکل انتخابات را حل نکند کشور به بحران جدی مواجه می شود. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان در شهر کابل تاکید کرد که نامزدهای کرسی پرزیدنت عبدالله و اشرف غنی باید رأی مردم را احترام کنند. روند شمارش آوازها به کندی پیش می رود و حتی به تأخیر افتاده است، زیرا عبدالله اصرار می ورزد که در انتخابات تقلب جای داشت.